در قصر یک شاهزاده، دختر شاه به طور اسرارآمیزی ناپدید میشه. تنها سرنخ از این دختر فقط یک نامه از طرف خود دختر و یک کلید قدیمیه که پشت قاب نقاشی پنهان شده. جالبیش اینجاست که پشت این نقاشی قدیمی یک گنج و یک اتاق مخفی وجود داره که دختر به صورت اتفاقی وارد این اتاق مرموز و پر از گنج شده. هر روز خدمتکاران و نظافتچی‌های قصر صدای پاهای این دختر رو میشنیدن، اما نمیدونستن که این دختر کجاست و به طور عجیبی توی کل روستا پخش شده بود که این دختر توسط طلسم جادوگران خود کاخ یا همون قصر ناپدید شده. بعد از چند روز پادشاه به طور اتفاقی برای بازدید از لوله‌های فاضلاب قصر به پشت قصر میره و اتفاقی یک در مخفی رو میبینه که نیمه باز هست. وارد اونجا میشه و دخترش رو میبینه که در حال نگاه کردن به گنج‌ها و خوندن نامه‌های قدیمی بوده و در نامه هم چیزهایی نوشته بود که بر علیه شاه قصر بود و دختر هم آنها را دوباره تکرار کرد و برای پدرش خواند و معلوم شد که اینا همش طلسم هستند و این دختر هم اکنون طلسم شده. چرا؟ چون که به گنج ها نزدیک شده و گنج ها رو لمس کرده و همچین طلسمی میگن طلسم محافظ گنج یا قدرتمندترین طلسم جهان و بشریت. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما کانال ما رو دنبال کنید.